زنی خدمت حضرت داوود رسید و پرسید: آیا خدایی که تو ازش سخن میگویی عادل است؟ حضرت فرمود: عادل تر از خداوند وجود ندارد. چه شده این را میپرسی؟ زن گفت: من بیوه هستم و 3 فرزند دارم. بعد از مدتها طناب بزرگی بافتم و به بازار بردم تا بفروشمش و با پول آن آذوقه‌ای برای فرزندان گرسنه‌ام فراهم کنم. در میان راه ناگهان پرنده بزرگ طناب را از دست من را بود و دور شد و الان ناراحتم و پولی ندارم و بچه‌هایم گرسنه هستند. هنوز صحبت زن تمام نشده بود که در خانه حضرت داوود را زدند و ایشان اجازه ورود دادند. 10 نفر از تاجران وارد خانه حضرت شدند و 1000 دینار به ایشان دادند و گفتند: اینها را به یک مستحق بدید. حضرت پرسید: علت این دینارها چیست؟ مرد تاجر گفت: ما در دریا در طوفان بودیم که ناگهان دکل کشتی ما شکست و بعد از طوفان بی حرکت بر دریا بودیم. نیاز به چیز مستحکمی داشتیم تا قسمت آسیب دیده را ببندیم که ناگهان دیدیم پرنده‌ای بر منقار خود طناب بزرگی داره و از دور به سمت ما اومد و طناب را برایمان انداخت. دکل را تعمیر کردیم و نظر کردیم اگر نجات یافتیم نفری 100 دینار به یک مستحق بدهیم. حضرت داوود به اون زن گفت: خداوند از دریا برای تو هدیه میآورد ولی تو او را ظالم مینامی. این 1000 دینار را بگیر و معاش کن و بدان خداوند برای حال تو بیش از دیگران آگاه است.